کاربراتور این ماشین سرویس شد، دریچه دومش اصلا کار نمیکرد. تازه دریچه دومش که راه افتاد متوجه شدیم که این ماشین مدت هاست یکی دو دنده تایم تصمش جابجاه. تو گاز پری که بهش میدی از دریچه دوم حالت بایپس داره، یه صدای خیلی ناهنجاری داره. این ماشین بیشتر از 120 تا نمیره. حالا الان به مالکش هم گفتم، ایشون هم تایید کردن که بیشتر از 120 این ماشین توی اتوبان 100 تا هم نمیرفته. حالا قرار شد ببرم میشه مکانیکشون تثبیت تایمش رو درست بکنن. یه موتور بسیار عالی با بازدهی بسیار بالا، ماشین واقعا بدون ایراد و بدون نقص، یکی از شاهکارهای اتومبیل این ماشین. من که خیلی دوستش دارم. کاربراتورش هم اوکی شد، تمام این شیلنگ‌ها همه سر جاش قرار گرفت. نقشه اینا رو اکثرا نمیدونن، جابجا میندازن، بازدهی ماشین میشه نصف. حالا یه روزم توضیح میدم دونه دونه شلنگای این ماشین رو. این خیلی دست نخورده نیست، یه دونه بکرش بیاد همه رو براتون توضیح میدم که شلنگای این ماشین آرایشش به چه صورته که 100% بازدهی رو بگیرین از این ماشین. بی‌نظیره این ماشین، بی‌نظیر.